برای همین انشاءالله خدا خواهد نماز خوان شوی ارگینال شو. 5 وقت نماز در گردنت فرضه. 5 وقت نماز پر را کاملا خونی بنده خدا میشه. الا آواره نشو. تو خدا فریب کنه نمیتونی. انشاءالله خدا قد شوی مسلمان شو. مسلمان باش از تصدیق جانی با میگومد. نه اقرار از تو نوک زبانی. مشو بنده نوک زبانی. مبادا که در دوزخ دایم نمانی. بنوی زبان مسلمان تو که تو مسلمان نمیشه. لا اله الا الله گفتی با زبانت دلت الله یکیش نه دلت محمد نه تصدیق نباشه تو مسلمان نیستی. تو حالی تو اسلام قبول نکرده. حالی تو اگر کلمه شهادت لا اله ندونی و 5 وقت نماز خون شیم نمازت قبول نیست. چون که یکم شهادت داده نه. یکم لا اله الا الله محمد رسول الله گفتی اسلام قبول کردی. کلمه شهادت دادی گواهی دادی که لا اله الا الله نیست خدا مگرم یک خداست و گواهی میتیم که محمد بنده او خبرچی و پیغمبر است. گفتی 5 وقت نماز در گردنت فرض میشه. روزه ماه شریفی رمضان، زکات، حج. این حج 5 مسئله. ولی بعضی شنیده هستم بعضی به نمازم حج رفته است. نرو حج. همونجا هم رسوا نکن. اول تو 5 وقت نماز خون. وای حج رکلام نیست. بای حاجی گوانت خدا خواهد دنگر کنه. خیال نکنه که بالا دستاخون میبرارنم بالای خدا خواهد با این نیت رفت حج نیست. وای فرض الهیه. وای رکلام نیست. وای فخر نیست اومده تو کروتای شیبت خدا خواهد. من حاجی گفتم امروز حاجی آمد یک سوال اومده است. حاجای هستن که میگه حج رفت آمده با زن و شور رقاصگی دارن در بین مردم. روز سیاه با هم حجت. تو حج رفتی خونه خدا دیدی بجای عبرت چیدن توی امر و معروف کردنت بجای خدا خواهد مردم و زنها را اختلاف در جامعه جمع نکردنت امروز تو خدا خواهد خود رقاصه باردی شمنه سهریش گرفته ساده. این تو مسخره بازی اسلام یا برای رکلام من خدا خواهد شما حاجیم گوان حاجی خدا خواهد پاکه در اونجا میبینی وقت حاجیه حاجی شیدیم خدا خواهد ارگینال شو 5 وقت نه بعضی هاش با جمعه نمیخونده اما که رفته اونجا خدا خواهد گناه نال شید دچکا نال تمام سیاه کرد من خواهده کن نه او دچکا خدا میدونه حالی کس نمیداند در این بحری عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق یا من قدرم بلنده یا ای برادره یا ای برادره یا ای دادره الله میدونه. تو خدا بهانته خدا جنتیم نگو نه خدا میدونه که جنتی که دوزخی. حالی با شما بود صدای آمانه شدن را فراموش نکنید.